بچه یه سوالی که زیاد از من میشه در مورد سابلیمینال هست و من میخوام یه مثالی در مورد این سابلیمینال بزنم، به خاطر اینکه اونجوری که من شنیدم در مورد سابلیمینال اینه که اینا یه چیزایی که وارد مغز ما میشه زمانی که ما خوابیم و یعنی ما کاری لازم نیست انجام بدیم، هیچ تغییری لازم نیست تو افکارمون، توی زندگیمون تشکیل بدیم و اینا موقعی که ما میخوابیم اینا میاد ما رو اصلا کلا تغییر میده و ذهنمون عوض میکنه. یه چیز جالبی که تو ذهن من اومد وقتی اینو شنیدم این بود که ما تو مدرسه فیزیوتراپی، دانشگاه فیزیوتراپی بهمون FES جنرال الکتریکی فانکشنال الکتریکال استیمولیشن رو بهمون درس میدادن که اینو میتونستی روی بیمارا بذاری، بعد عضله‌ها رو مثلا اینو منقبض میکنه، این عضله‌های جریان الکتریکی شما بدن ما با جریان الکتریکی کار میکنه. بعد خب ما میدونستیم که این جریان الکتریکی خودش خود به خود قدرت عضله رو بیشتر نمیکنه، ما باید از اون فرد بخوایم که خودش هم انقباضا رو ایجاد بکنه. ولی بعدها این جریان الکتریکی که ما توی دانشگاه یاد گرفتیم به عنوان یک کمک، یه تول، یه ابزار که بیایم کمک کنیم به قدرتمند کردن، ولی اصل کار مال خود بیماره که خودش عضله‌هاش رو قدرتمند کنه و ورزش‌ها رو انجام بده به صورت کانشس، به صورت آگاه و به صورت بیدار انجام بده. این شد یه وسیله پول در آوردن برای کسایی که بیان این جریان الکتریکی رو استفاده کنن، بیا وای قراره نمیدونم شکم اپ در بیاری و نمیدونم فلان کنی بهمان کنی. این داستان سابلیمینال من یه جوری حس می‌کنم همینطوریه. حالا این داستان سابلیمینال اینه که ما موقعی که خوابیم تمومه، یعنی هیچ تغییری تو ذهن ما از یک چیزی که بیرون بیاد صحبت کنه یا چیزی باشه نیست و از لحاظ علمی هم چیزی ثابت نشده و از لحاظ عملکردی هم چیزی ثابت نشده. ولی خب یه جورایی کسایی که میخوان علاقه دارن به اینکه از این سیستم تنبل بودن ما استفاده کنن، این چیزا رو میگن این قراره تو رو تغییر بده. تغییر از ما شروع میشه بچه‌ها، از آگاهی خودمون شروع میشه. ما وقتی آگاهی داریم تغییر میکنیم، ما وقتی مدیتیشن میکنیم ذهن ما آگاهه و این تغییرات در ناخودآگاه ما اتفاق میفته. ما وقتی هیپنوتیزم میکنیم که یکی از روش‌های عالی درمانی برای بیماری‌های سیستم ساب کانشس، ذهن آگاهه و هنوز اون کسی که داره ما هیپنوتیزم میکنه توی ناخودآگاه میره و یک سری چیزایی رو ازش میکشه بیرون. بنابراین نمیشه همه چیز رو به صورت غیر فعال و پسیو و با تنبلی احساس کنیم که یه چیزی میخواد برای ما یه تغییری اتفاق بیفته. تغییر با آگاهی اتفاق. بچه‌ها جور تغییری چه جسمی چه ذهنی با آگاهی اتفاق میفته. خواب موقعی که ما داریم خودمون رو ترمیم میکنیم، داریم بدنمون رو ترمیم میکنیم، داریم ذهنمون رو تمیز میکنیم، این نوروترانسمیترهای تو مغزمون داریم شستشو میدیم، همه چی رو میاریم سر جای خودش. توی خواب ذهن آگاه که آگاه نیست، بدون آگاهی ما نمیتونیم تغییر کنیم. من خیلی دوست دارم اینو بگم که من خیلی عقیده دارم که ما باید برای تغییر خودمون هم مسئولیت پذیر باشیم و ریسپانسیبل باشیم و با ذهن آگاه خودمون تغییرات رو شروع کنیم و تغییرات رو گسترش بدیم و خودمون رو رشد بدیم. و ذهن آگاه ما نیازه حتی برای مدیتیشن، حتی برای اون حالت هیپنوتیزم، ذهن آگاه نیازه و ما حالت خواب نداریم.